درود به تاجیکستان بزرگ. بچه ما اومدیم با یه ریاکشن دوباره به بانو نگینا. نگینا من واقعا به شخصه کار آهنگاشو واقعا دوست دارم، هم سنگین، عالی، هر چیزی که باید یه هنرمند داشته باشه رو داره. واقعا کاراشو دوست دارم. الانم که بچه‌ها لینک فرستادن من گفتم خودشه. من واقعا دوست دارم و چیزی که دوست داشته باشی بله بهتر هم هست. بعد دیگه اومدیم که به بانو نگینا ریاکشن بریم. پدرم هم دو بیتی داره به اسم هجران. درست گفتم این سری؟ نه عزیز من، نه درست نگفتی. بچه بریم ویدیوهای قبلی رو ببینین. من هر ویدیوی بعدی و اسم دو بیتی حالا شعرهایی که داره همه رو میگم. من دیگه سورپرایز دیگه رفت دیگه. بگو بهاره. من چرا همیشه یه دونه پایین ترم؟ پول میزنیم هم. به بچه بگم لایک کامنت سابسکرایب یا میگی؟ عزیزم خودشون میدونن، حالا میخوای بگی بگو. این سری تو بگو. نه تو بگو. یه دونه. نه تو بگو. بگو رو تو زمین نمیندازم. نه تو بگو. بچه لایک کامنت سابسکرایب به ما خیلی انرژی میده، باعث حمایت میشه و دیگه خلاصه دوست داشتین البته دیگه. خیلی ممنونم. خب واسه 79 درسته؟ 2279. آره. خدا رو شکر این یکی درست گفتم. خب باشه. با درود به همه خوبان تاجیکستان، خوشحالیم که با شما هستیم. نام دو بیتی بهاره، البته به زبان گیلکی. بهاره وای بهاره وای بهاره، مدیل سینه میانجه بیقراره، شب و روز کشمه تی انتظاره، نرم چرن بدیل می امر غاره. بهاره وای بهاره وای بهاره. دلم شب و روز انتظارت میکشه، ولی چرا دلت واقعا نمیدونم. نمیدونم، منم نمیدونم. بذاریم این ور رو. نه اینجا لازم داره. خب باشه، اینو بعد از این سیم رد کنم. اینم از این. بریم سراغ ویدیو که واقعا من دارم انتظارش میکشم. مثل همیشه یه ریز سابال آهنگی به گوشم اومد. نه اون نبود. اون نبود. شاید هم بود. نمیدونم چون چند تا من چند تا آماده میکنم واسه ریاکشن. حالا بریم ببینیم همون بود یا نه. بریم. تاجیکستان اتحاد فارسی زبان‌ها به پیش. بله. سبزه دیدم، سبزه ای. باشه. ولی من فکر کنم سبزه دیدم آره آقا این سبزه ایده. من خیلی جالبه هر چیزی که بابام شعر رو میخواد بخونه، حالا دو بیتی هر چیزی، به اون موضوع ریاکشن اون ربط داره. اینجا هم فکر کنم بهار بوده. آره. سبزه ایده. میدونی یاد کدوم آهنگ گوش افتادم؟ من آمدم وای وای من آمدم. اصلا رفتم تو دوران بچگیم، همه چی تکمیل. بعد خواستم اینو هم بگم، همون آهنگی بود که مادر شوهر اذیتش میکرد، این همون بانوها. آره خیلی خوب میخوند و اینا. آهنگ مامان دادی؟ چی؟ مامان دادی نه؟ آهنگو؟ نه چطور؟ به بچه هم بگو، بلند بگو بشنون. چی گفتی؟ گفتم که این آهنگ به مامانت هم دادی، این خیلی دوست داره. از صبح تا شب یه ریز پلی میکنه، هر کدومایی که ریاکشن رفتن باهاش آشنا شده چون میبینه دیگه. پیروز گله میکرد که دیگه روانه نمیکنی واسه من.
من سرم شلوغه یادم میره، من واسه همین میگم یه دونه پیام بذار واسه من، نمیذاره پیامو، ولی خب اینجا 7 8 تا دارم واسش میفرستم. آره اینا همه جمعشون جمع اینجا رو نگاه، 1 2 3 4 همه یه این متاسفانه کسی نگفت تارا، اسم اون تار چیه؟ این تار بود. اینه بچه‌ها، اینی که تک اینجا مونده داره ساز میزنه، اون سه تا کنار هم نه، این آقایی که اینجا تک داره ساز میزنه اسم سازش چیه؟ به ما بگین. ما هم تو ایران داری، من دیروز بود فکر کنم یه شبکه داشت ترانه میخوند، یکی از زنا همین چیزا داشت. بگین اسمشو. یادم فکر نکنم قدیمی باشه، ولی فکر کنم اینجا عید نوروزه. آره من باز تنهایی چیه؟ من باز میگه بیا به خانه من، هم یه دونه کلمه‌شو فقط متوجه نشدم. بچه‌ها اینو بگین. افسانه؟ بیا خانه من. وای فوق‌العاده است. یه بانوی اصلا دلم نمیاد قطع کنم. قطع نکن. همراهیش خیلی قشنگش کرد. عالی است. ولی باید یه دونه قطع کنم بگم من یه بانوی به تمام عیار، آره فوق‌العاده، یعنی آدم دلش نمیخواد یه لحظه صبر بکنه. من به شخصه، حالا چه موزیک ویدیو چه آهنگ اگه باشه، تا صبح همین آهنگا رو پخش میکنم از بانو نگینا. واقعا کاراشو دوست دارم، یعنی واقعا از ته دلم دارم میگم عالیه. میگه اونجایی که بدون ما میری واسط خار بشه. اینجا خیلی باحال بود، یه تیکشو واقعا دوست داشتم با کمال آرامش. اونجایی که بدون ما میری خار بشه واسط، یعنی از دوست داشتن دیگه. یه بار گوش داده نمیشه، چندی بار با گوش بکنی، از 1000 بار باید گوش بدی. حال میکنی بچه ها چی میفرستن؟ تمام شد؟ متاسفانه تمام شد. و چرا؟ اگه دوباره قابلیت اینو داشت دوباره پخشش میکردن، دوباره ریاکشن بریم. من که فقط همینجوری چشم بر نمیداشتم، یعنی همه چیز رنگا، سبز، آبی، قرمز، نارنجی، بانوی به تمام عیار، موسیقی تیم فوق‌العاده. اول اینو قطع کنم. همه چی تکمیل. نی بود، چی فرود بود، قشنگ داشت. عالی داشتیم. از همراهیش فکر کنم فلبدای بود.
آره فکر کنم فیلبدایی بود. هر چی که بود به وجد اومده بود. آقا من خودم اینجا به وجد اومدم اونجا به وجد نیاد. چرا واقعا نظر واقعی ما که کلا واقعی حرف میزنیم، ولی انصافا دارم میگم. بگو بعد من میگم نظرمو. چی بگم؟ نظرت دیگه. مگه روی میشه نظرم گذاشت مگه؟ حالا دیگه نظرتو بگو دیگه. اون چیزی که گوش دادی فوق العاده بود. الکی نمیگا. فوق العاده بود. الان ساعت دقیقاً 12 به وقت ایرانه، 12 شب. ما داریم شب ریاکشن میدیم. یه خورده حالا مثل همیشه نبود تا 2 بریم اینا. این تایم پدر من خوابه، 1 ساعت قبلش خوابه. ولی امشب از اون شباییه که من بیدار نگه میداره به عشق. البته من نه، خودت به عشق آره، این ریاکشن بیدار میمونه بابا. و مطمئنم الان که میخواد بره به خوابه این آهنگا تا صبح تو گوشش پلی میشه و لذتش میبره. یکی از بهترین خواباته. خب ما باید بریم آماده بشیم واسه ویدیوهای بعدی. بریم. دعا خدای بزرگ به همه مریضا شفای عاجل بده، به بی پولا پول بده، به هر حال طوری باشه که زندگی بچرخه واسه شون. آمین یا ارحم الراحمین. آره دعای خوبی بود. آمین. واقعا این دعا نیازه. و آره بچه خوشتون اومد حتما با لایک و کامنت و سابسکرایب مخصوصا ما رو خوشحال کنید تا ما ویدیوهای خیلی خیلی پر انرژی تری واسه تون بیاریم و هر روز از روز قبل بهتر باشیم. مرسی که از ما حمایت میکنید. اتحادیه فارسی زبانا همیشه توی چنل امیرمونم باقی میمونه و تا وقتی که ما زنده هستیم چنل امیرمونم هست، ما هستیم و این مهربونی ادامه داره. توی قلب ما جا داری 100%. خب حرفی هست کلام آخر؟ جان نه عزیز منم که دیگه گفتنی ها رو گفتم. واقعا لذت بردم. همه شما رو به خدا میسپاریم. تا ویدیو بعدی بدرود.